از زمان باستان همه به دنبال راهی بودن که بتونن به فضا برن و کرات کهکشان رو از نزدیک ببینن. اما بودن کسایی که به جای آسمون رویای اینو داشتن که به دل زمین برن و هزاران سال قبل تمدن‌های قدیمی به دلایل مختلفی تصمیم گرفتن که به اعماق زمین پناه ببرن و سعی کردن که به طور خارق‌العاده‌ای شهرهای زیرزمینی بسازن که تمام امکانات شهرهای روی سطح زمین رو داره و بعدها در قرون وسطی ساختن شهرهای زیرزمینی به عنوان پناهگاه برای محافظت از جان ضروری ترین مسئله بوده و تا آخر ویدیو امروز با شهرهای آشنا میشیم که روزی برای زندگی، پناه بردن برای نجات جان و محلی برای انجام اعمالهای مذهبی به شمار میرفتن. پس از دستش ندین. دیرینکویو، منظره آتشفشانی منطقه کاپادوکیا ترکیه، چندین شهر زیرزمینی داره که هیچ کدوم به اندازه دیرینکویو چشمگیر نیستن. قدمت این مجموعه پرپیچ و خم که به قرن 8 قبل از میلاد برمیگرده، به احتمال زیاد در دوران جنگ به عنوان پناهگاه ساخته شده بوده و طبق اسنادی که وجود دارن این شهر بازمونده از دوران ماد بوده و توسط مردمانی از تبار هند و اروپا ساخته شده. فضای داخلی این شهر شامل 600 ورودی و 18 طبقه است که تهویه، چاه، آشپزخانه، کلاس درس، حمام، شرابسازی و فضای زندگی برای 20,000 نفر رو تامین می‌کرده. در زمان حملات هر طبقه این شهر با درهای سنگی که داشتن محافظت می‌شدن. از سلفی باستانشناسا باور دارن که هیتی‌ها اولین کسایی بودن که دیرینکویو رو ساختن و بعدها مسیحی‌ها اونو توسعه دادن و از خودشون کلیسا و نقاشی‌های دیواری زیادی به جا گذاشتن. با وجود اینکه این شهر تاریخ طولانی داره، اما تا سال 1960 کشف نشده بود. تا زمانی که یکی از بومیان زمانی که میخواست خونه‌ای بسازه با یکی از تونل‌های اون روبرو شد و با تحقیقات بیشتر که به کشف این شهر زیرزمینی بزرگ ختم شد، مشخص شد که توی این شهر نشانه‌های از آیین زرتشت هم وجود داره. ناورس، شهر زیرزمینی ناورس که توی شمال فرانسه قرار داره، یک تونل 2 مایلی و بیشتر از 300 اتاق دستساز داره و توی ارتفاع 300 فوتی زیر یک فلات جنگلی پنهان شده بود. این مکان تو قرن سوم بعد از میلاد به عنوان بخشی از معادن روم کشف شد، اما زمانی که مردم در زمان جنگ از این مکان به عنوان پناهگاه شروع به استفاده کردن، به یک روستای زیرزمینی تبدیل شد. این روستا تو اوج خودش برای 3,000 نفر جا داشت و اتاق، استبل، چاه و نانوایی هم داشت. غارهای ناورس قبل از اینکه به عنوان یک جاذبه گردشگری تو قرن 19 باز بشن، برای چندین دهه پلمپ بودن. این غارها که در طول جنگ جهانی اول یک مکان گردشگری پرطرفدار بودن، میشه روی دیوارهای اون بیش از 2000 نقاشی دیواری از سربازان رو دید. معدن نمک ویلیسکا، معدن نمک ویلیسکا که معروف به کلیسای نمک زیرزمینی هم هست، تو لهستان قرار داره و مجموعه‌ای بزرگ از اتاقها، معابر و مجسمه هاست که در حومه کراکوف قرار داره. قدمت این مکان به 1200 برمیگرده، زمانی که معدنچی‌ها برای پیدا کردن صخره‌های نمکی به زیر زمین رفته بودند. در قرن بعد معدنچی‌ها تونل‌های زیرزمینی در ارتفاع 1000 پایه زیر زمین ساختند و در حالی که به دنبال طلای سفید نبودند، کارگرها از رسوبات کریستال نمکی معدن برای ساخت مجموعه خیره کننده از اتاقها، لوسترها، مجسمه و کاشی‌ها از جمله ماکت شام آخر داوینچی استفاده کردند. این معدن بعد از 700 سال در 2007 تولید نمکش رو متوقف کرد، ولی یک جاذبه گردشگری در لهستان باقی موند. علاوه بر اینا توی این غار یک آب گرم درمانی فوق‌العاده پرطرفدار هم وجود داره. شهر زیرزمینی پکن در دهه 1960 و 70 زمانی که دولت چین با تهدید جنگ هسته‌ای روبرو شد، دستور ساخت یک پناهگاه زیر پایتخت چین یعنی پکن داده شد. این مکان که ظاهراً دستی حفر شده معروف به دیکسیاچنگه و قادر بود که مدت 4 ماه از جمعیت 1,000,000 نفر محافظت کنه. این مجموعه که شامل اتاقها و تونل‌های ضد آب بوده، برخی معابرش انقدر بزرگ بوده که یک تانک میتونسته رد بشه و بقیه اتاقها به عنوان رستوران، بیمارستان، مدرسه و انبار بودن و علاوه بر این فضاها سالن اسکیت و سالن تئاتر 1000 نفری هم داشته. درسته که در حال حاضر از این مجموعه به عنوان یک جاذبه گردشگری استفاده میشه، ولی همچنان بعضی از اتاقهای اون پلمپن. پترا،
پترا که یک شهر کاروانی باستانیه در کوههای جنوب اردن قرار داره. این مکان از همون ما قبل تاریخ مسکونی بوده، ولی اوج اون 2000 سال پیش بوده، زمانی که ناباتایان باستان تپه‌های شنی رو به مجموعه خیره کننده از معابد، سالن‌های ضیافت و مقبره تبدیل کردند که یکی از بدیعی ترین آثاری که توی این مکان وجود داره خزانه‌داری اونه. پترا که در زمان اوج خودش میتونسته 2000 نفر رو تو خودش جا بده، تو قرن هفتم بعد از میلاد متروکه شد و تا 1800 برای اروپاییان ناشناخته مونده بود. باستانشناسا معتقدند که خیلی از ویرانه‌های این شهر زیرزمینی هنوز کشف نشدن و زیر زمین باقی موندن. واسه همین هم است که همچنان حفاری توی این مکان ادامه داره. این مکان‌ها فقط تعداد محدودی از شهرهای زیرزمینی بودن که زمانی که تو اوج بودن استفاده‌های زیادی از اونا می‌شده و هنوز هم شهرهای زیادی برای کاوش وجود داره و ما فقط یه گریز کوچیکی به این مجموعه شهرها زدیم. مرسی که تا اینجا همراهم بودین و یادتون نره که اگه از ویدیو خوشتون اومده اونو لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. توی ویدیوهای بعدی منتظرتونم.